خب یکی از مزیت‌های تدریس توی مؤسسات با همه معایبی که داره اینه که خب مسئولیت انتخاب کتاب رو نداری و خوبه که آدم توی مؤسسه اونقدر درس بده که به سرفصل مسلط بشه. البته معنیش این نیست که تا وقتی که درباره انتخاب کتاب خیلی میدونی یا خیلی مسلطی مجبوری توی مؤسسات درس بدی، به هر حال از یه نقطه‌ای شاید تصمیم بگیری که مستقل بشی، اما خوبه که ویژگی‌های خودمون رو بشناسیم، به سرفصل‌ها تا حدی مسلط باشیم. و یه قدم کاربردی اگه بخوام بگم اینه که من اگه جات بودم حداقل 6 7 تا از کتابای توی بازار رو میگرفتم، لول‌های مختلفش رو بررسی میکردم، سرفصل‌هاش رو نگاه میکردم. مثلا نگاه میکردم برفرض پرزنت سیمپل رو توی سطح الیمنتری این کتاب چجوری درس داده، اون کتاب چجوری درس داده، با همدیگه مقایسه میکردم و حتما حداقل یه قسمت از هر کتاب رو درس میدادم.